و دنیا تا اون زمانه ارزش داره و زندگی در دنیا هم ارزش داره که انسانهای آزاده باشد، انسانهای واقع بین باشد، انسانهای حق طلب باشد و منصف باشند. عادلانه و منصفانه دنیا ارزش داره. روزی که در دنیا انصاف نباشه و آدم منصف توی دنیا نباشه که منصفانه فکر کنه، عادلانه فکر کنه، حرف حق را بگه، او زمان دنیا هیچ ارزش نداره و فاتحه دنیا خوانده شده و این دنیا باید قیامت بر این دنیا برپا بشه و بشر دیگه بره از دنیا بهتره. و تنها اسلام و دین مطرح نیست، انصاف یک چیزی است مهم که او کسی که دین نداره، او کسی که با دینش کاری نداریم، هیچ کسی انصاف داشته باشه و عدالت داشته باشه و آدم منصفی باشه، آدم خوبی است. حق پرست باشه، آدم خوبی است. و همین نفر گفتن که ملک باقی میمانه با عدالت، با انصاف. ما یک کلمه دیگری اگر اضافه بکنیم که دنیا باقی میمانه با انصاف، با عدالت، و دنیا نمیمانه روزی که انصاف نباشه. و چقدر خوبان او انسانه که انصاف داشته باشه. جنگ هم باید انصاف رعایت بشه. دفاع، آقای بسیاری همه این دولت هایی که می جنگم میگه ما دفاع میکنیم و لحاظ این دفاع هم باید منصفانه باشه. سلاح می سازن، میگه سلاح دفاعی توی دنیا و نه سلاح تهاجمیه، سلاح دفاعی. و واقعا اگر دفاع باشه، هرچی برای دفاع از خود باشه و واقعا دفاع منصفانه باشه، درسته. ولی اگر عدالت نباشه، انصاف نباشه، و ما تأسف میخوریم امروز برای اون کسانی که انصاف نداره و بالاخره بر دادگاه الله میتازند و اعتراض میکنند که دادگاه الله فلان است و بهمان. نه، دادگاه الله انصافا حرف منصفانه زده و دلیلش مثل این روز خورشید آشکاره، چیزی که آشکار و بدیهی است، واضح و روشنه، چه نیازی به دلیلش. و هر کس دادگاه الله نه همه دنیا میبینه که این جنایتی داره انجام میگیره. ما کار نداریم که فلسطینی، نه که فلسطینی مسلمانان، اگر یهودی بودن هم حرف ما همین بود، اگر نصارا بودن هم حرف ما همین بود، غیر مسلمان بودن و به جای نخست وزیر اسرائیل یک نخست وزیر مسلمان این کارا میکرد، هم حرف ما همین بود که این مسلمان مرتکب جنایت جنگی شده است و نه با هیچ کسی حق نداره که ادعای حتی ولایت هم بکنه و ادعای بزرگی بکنه و ظلم بکنه.